خب حالا میخوایم توی صفحه جدید کار بکنیم و در واقع ببینیم که چجوری میتونیم طراحی بکنیم، چجوری میتونیم چیدمان عکس انجام بدیم و کارهایی که قراره روی عکسمون انجام بدیم. برای باز کردن یه پنجره جدید از منوی فایل گزینه نیو رو کلیک میکنیم. یه پنجره در واقع نیو اینجا برای ما باز میشه که خیلی گسترده است و خیلی حق انتخاب زیاد اینجا به ما میده. منتها شما حالا این صفحه رو ممکنه توی فتوشاپ خودتون اگر ورژنش با این متفاوت باشه، که البته این ورژن 2019 هست، تو ورژن های 2017 18 به بالا همه این پنجره ها شبیه به همه، ولی ورژن های پایین تر یه مقداری پنجرهش متفاوته. ولی در نهایت کار همشون یکیه، فقط از نظر ظاهری و یه سری گزینه ها ممکنه با هم متفاوت باشه که خب اینجا گزینه ها و آپشن های بیشتری داره نسبت به نسخه های قبلی. برای باز کردن یه صفحه جدید ما اول باید ببینیم که صفحه‌ای که میخوایم باهاش کار بکنیم در نهایت هدفمون چیه، یعنی کجا میخوایم ازش استفاده بکنیم. اگر ما توی عکاسی کار میکنیم، توی آتلیه کار میکنیم، معمولا باید روی گزینه فوتو این کار رو انجام بدیم و سعی کنیم که یکی از این سایزهایی که مد نظر ما هست، یعنی اگر سایز رو میخوایم که در واقع توی عکاسی و اینجا هست، از همینا استفاده بکنیم. پس داره اینجا به ما صفحه های مختلف با سایزهای مختلف، مثلا شاید شنیده باشین عکس 2x3، عکس 6x4، عکس مثلا 18x13، این عکس ها رو داره در واقع با این سایز به ما نشون میده. من اینجا میتونم انتخاب بکنم که اینجا مشخصات و در واقع اطلاعات مربوط به این سایز این صفحه رو داره به من نشون میده. هر کدوم از این گزینه‌ها رو که من بزنم با توجه به اون کاری که قراره ازش خروجی بگیرم، حالا یه به صورت چاپ یا به صورت نمایشی، اگر اینجا اون سایزی که من میخوام، اون نوع صفحه‌ای که من میخوام اینجا نباشه، به صورت دستی، یعنی توی این قسمت که در واقع عرض و طول ما هست، واید میشه عرض، هیت میشه طول. اینجا میتونم دستی بهش عدد بدم، طول و عرضش رو تعیین بکنم و در واقع مدل صفحه و گزینه‌های دیگه تنظیماتش رو انجام بدم و برای خودم یه صفحه جدید کرییت بکنم، ایجاد بکنم. اگر شما صفحه جدیدی رو ایجاد کردین و بعداً بخواین دوباره از اون صفحه برای جاهای دیگه، یعنی مثلا یه سری فایل‌های دیگه هم بخواین در واقع اضافه بکنین به کارتون، دیگه نیازی نیست دوباره بیاین این صفحه رو اینجا خودتون از اول تشکیل بدین و بسازین. وقتی صفحه رو خودتون میسازین میره اینجا سیو میشه. پس اگر شما صفحه‌ای رو از قبل ساخته باشین با اون اعداد و ارقام و اون ابعادی که خودتون میخواین، توی این صفحه سیو میشه و دفعات دیگه میتونید از این برای کارهای بعدیتون، برای فایل جدیدتون استفاده بکنید. اگر قرار کارتون حتما چاپ بشه، باید بیاین تو قسمت پرینت، از منوی پرینت یکی از این سایزهای آماده رو با این مشخصات انتخاب بکنید. مثلا کاغذ A4 میخواین، کاغذ A5 میخواین، مثلا B3 میخواین، هر کدوم از این سایزها. بازم اگر این کاغذی که شما میخواین برای چاپتون، این کاغذ در واقع به سایز چاپی شما اینجا وجود نداشت، اینجا میتونید با دادن اعداد و ارقام مناسب برای خودتون یک کاغذ جدید تعریف بکنید که بازم توی قسمت سیو میتونید ذخیره بکنید. سعی کنید حتما اون کاغذ رو، در واقع اون صفحه آماده ای رو که انتخاب میکنین، مخصوصا برای چاپ، حتما واحد اندازه‌گیریش روی میلیمتر باشه. حالا میلیمتر یا سانتی متر، ولی دقیق ترش همون میلیمتر هست، چون شما قراره با خطکش کار بکنید و خطکش ما میلیمتر داره و برش های ما معمولا سانتی متری که انجام نمیشه، خیلی ریز و خیلی میلیمتر به میلیمتر در واقع انجام میشه. پس بهتره واحدتون رو روی میلیمتر بزنید که راحت‌تر بتونید باهاش کار بکنید. اگه مثلا بخوای حالا باز اینجا برای آرت یا ایلاستریشن، برای صفحه‌های هنری هست، مثلا اگه بخوایم پوستر بسازین، اگه بخوایم پست کارت بسازین، یعنی کارت‌های پستی، کارت‌های پستالی، اینجا دوباره یه سری صفحه براش تعریف شده، تعیین شده با اندازه در واقع مدل‌های مختلف، میتونید از اینا استفاده بکنید. اگر هم قرار کارتون رو طراحی بکنین یا حالا عکستون یا حالا هر طرحی که شما توی فتوشاپ درست کردین، ایجاد کردین، اگه قراره توی صفحه‌های اینترنت، صفحه‌های وبسایت ها قرار نمایش داده بشه، بازم اینجا یه سری صفحه‌های وب آماده هست با سایزهای مختلف. باید بدونید که کجا قرار نمایش داده بشه و تو چه مانیتوری، تو چه سایزی، که بتونید اینجا انتخاب بکنید.
اگرم قراره توی موبایل یا مثلا شبکه‌های اجتماعی که در واقع توی گوشی میخواین ازش استفاده بکنید، اینجا هم داره نوع گوشی، مدل‌های گوشی با سایزهای مختلف رو به ما نشون میده. مثلا آیفون هست، آیپد هست، در واقع گوشی‌های اندرویدی هست. اینجا داره به ما نشون میده، ما میتونیم انتخاب بکنیم. بازم اگر نبود میتونیم خودمون اون اندازه رو بهش بدیم و ایجاد بکنیم. اینجا برای فیلم و ویدیو هست. اگر شما قراره که عکستون رو یا این طرحی که دارید اینجا انجام میدین توی فتوشاپ، در نهایت میخوایم ازش یه ویدیو تهیه بکنیم، مثلا مثل به فرض گفتم فیلم های عروسی، فیلم های مهمونی که توی نرم افزار مثلا پریمیر استفاده میشه، اینجا میتونید دوباره سایز اون صفحه نمایشتون رو که حالا یه مانیتور خیلی بزرگی یا میتونه باشه یا مثلا تلویزیون میتونه باشه، مثلا تلویزیون های HD یا مثلا به فرض تلویزیون های مانیتورهای مثلا 4K، از اونها میتونید اینجا استفاده بکنید، این سایز ها رو اینجا انتخاب بکنید و بعدا توی کارتون، توی فیلم هاتون از طراحیاتون استفاده بکنید. خب من اینجا حالا ما بیشتر چون با پرینت ممکنه سر و کار داشته باشیم تو حالت نرمال اکثر کاربرها، بنابراین از گزینه پرینت میام استفاده میکنم. از گزینه پرینت یه صفحه رو، مثلا صفحه A4 که یه صفحه آماده هست با سایز در واقع عرض 210 و طول 297. صفحه اینجا به صورت پیش‌فرض افق عمودی داره نشون داده میشه، به صورت ایستاده من میتونم حالتش رو تغییر بدم و به صورت لندسکیپ یا در واقع افقی قرار بدم صفحه رو. فرقی نمیکنه، هر جور که حالا سلیقه خودتون هست یا در واقع اون چیزی که نیازتون هست میایین نوع صفحه رو انتخاب میکنید. تو قسمت رزولوشن در واقع کیفیت و وضوح کار ما رو داره نشون میده که بیشترین کیفیت معمولا رو همین 300 هست که بیشتر از 300 نیاز نیست ما بذاریم چون قرار چاپ بشه. پس اینجا ما با این در واقع رزولوشن خیلی سر و کار داریم و خیلی باید به این توجه بکنیم. اگر هم قراره که در حد صفحه نمایش باشه که گفتم یعنی قرار نیست چاپ بشه و قراره مثلا توی وبسایت، توی اینترنت یا توی گوشی مثلا به فرض بخوایم کار رو نمایش بدیم یا توی مانیتور، توی تلویزیون، بنابراین نیازی نیستش که رزولوشن یا کیفیتش رو روی 300 بذاریم. اگر روی 72 هم باشه کافیه، چون هر چقدر که رزولوشن بالاتر باشه حجم کار بالاتر میره، فایل ما سنگین‌تر میشه و لود کردنش و باز کردنش هم سخت‌تر و زمان بیشتری میبره. خب کالر مود یعنی حالت رنگ. اگر قرار کارهای ما فقط در حد نمایش باشه که گفتم مثلا مثل توی حالا مانیتور، توی تلویزیون، تو گوشی یا توی اینترنت، بهترین حالتش همینه که روی RGB باشه. RGB تشکیل شده از مخفف رنگ‌های رد، قرمز، گرین، سبز و بلو آبی. از این سه رنگ تشکیل شده. پس اگه قراره در حد نمایشی باشه خروجی ما، خودش هم به صورت پیش‌فرض گذاشته روی RGB کالر. اگر قراره کار ما چاپ بشه، حتما باید روی CMYK بذاریم. CMYK در واقع از 4 تا رنگ آبی فیروزه‌ای، قرمز، یلو در واقع زرد و کی هم به معنی مشکی و سیاه هست. از این 4 تا رنگ تشکیل شده. ولی خودش به صورت پیش‌فرض با اینکه کارای ما چاپی هست و یکی از اینا رو داریم انتخاب می‌کنیم، روی RGB قرار داده. چرا؟ چون اگر روی CMYK بذارم بعدن که حالا وارد صفحه میشیم، این منوها، گزینه‌هایی که در واقع پنجره‌ای که باز کردیم راجبش توضیح کوچیکی دادیم، بیشترشون غیر فعالن موقعی که می‌خوایم کار بکنیم، یعنی ما نمیتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم و اون گزینه‌ها غیر فعالن. پس بهتره که حتی اگر می‌خوایم چاپ بکنیم اول گزینه ما رو همین RGB باشه، در نهایت که کارمون رو انجام دادیم همه گزینه‌ها فعال بودن و از اون آپشن ما استفاده کردیم، آخر سر موقعی که می‌خوایم چاپ بکنیم حالا بیایم روی CMYK قرار بدیم. ولی فراموش نکنید که حتما این کار رو بکنید وگرنه رنگ‌های جالبی به شما توی خروجی چاپ نمیده. خب من الان A4 رو انتخاب کردم، کرییت رو میزنم. یه صفحه A4 به صورت عمودی داره به من نشون میده. منتها خب مانیتور من یا در واقع اون صفحه من که الان اینجا دارم میبینم شاید به اندازه A4 نباشه، پس اینو یه سایز پیش‌فرض فقط به صورت چشمی داره نشون میده. یعنی فکر نکنید این صفحه کوچیکه، این واقعا سایز A4. یعنی شما اگر زوم بکنید در واقع به صورت فرضی میتونید ببینید که این یه صفحه A4 هست. پس برای اینکه تمام صفحه توی صفحه کاری من جا بشه به صورت کوچیک و در واقع با یه سایز
استاندارد داره اینجا نشون میده که من تمام کارم رو توش انجام